الله علیه و سلم میگویند وقتی که شما خواب میکنید شیطان و موی سر شما 3 تا گره میبندد و به شما میگوید علیک لیل طویل فرقد، یعنی تو الان شبی دور و دراز داری، به حضور خواب کن، نه از پی نماز شو، نه از پی عبادت های شب شو. اگر شبها رو ما همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم و وارثان پیامبر استفاده بریم، در یک شب به کجاها میرسیم. ولی این شیطان است که میگوید تو خواب کن، تو خیلی خسته ای، تو یک بیچاره ای. به مثل من مادرانی که کودک معده دارن میگن تو کودک معده داری، تو چی و نماز تهجد چی، کودک نگاه کردنت خودش ثوابش کفایه است. یعنی کارها رو به آینده می اندازد و این هم یعنی بعدن میکنم، حاضر نه، حالا وقتش نه، حالی خیلی جوان استی حالا میکنی گفتن، این اسلوب شیطان است و سبحان الله اکثریت به همین اسلوب این پلید ما افتیده هستیم. چرا؟ او از راه مهربانی داخل می شود. الان کمی بیمار استی، امروز روزی خیلی دور و دراز داشتی، اصلا خیلی جوانی، الان وقتی آن حالی وقتش میرسد و عیناً همین گونه لشکران شیطان از انسان ها هستند و آنها وقتی از صدقه گپ میزنید میگوین چرا حاضر، حالا پول دار شو بعدا میکنی، الان به خودت صرف کن. و آنها وقتی شما درباره طلبی علم گپ زدید میگوین اول خونت رو راست کن، اول به سر و وضعت برس، اول برادرت رو خانه دار کن. یعنی اون چیزی که رضاگی الله هست اون رو به آینده و به بعدن انداختن میگیرن. یعنی شما کاری که الان از پیش شوید، کاری که الان وقتی آن است، شیطان می آید و چی میگوید؟ نه بعدن. چگونه که چی میگوید؟ شب خیلی دراز و زیباست، شب رو با خواب سپری کن. ابن قیم یک چیزی خیلی خوشرو میگویند مرگ رو هم همین گونه به نظر می آورد. کی می داند که تو شاید 80 سال عمر بینی، 90 سال عمر بینی، الان فقط 30 ساله هستی، 20 ساله هستی، 40 ساله هستی، هنوز وقت است. ولی بخبر هستیم که مرگ که اصلا نمی پرسد چند ساله هستی، چی کار کردی. برای همین تصویف میگویند با عربی ها گفتیم آینده بعدن میکنم، حالی کمی دیگر هست، حالی وقت است. این رو باید کلن از خود دور کنیم و والله هر کسی که در دنیا هم از جهت عبادت هم از جهت آبرو و عزت و مال موفق گشته است، انا همین وسوسه شیطان رو کاملا ریشه‌کن کرده است در قلب. شیطان که اومده تو رو داشته نمیستد، او به قلبت وسوسه میکند و چه خیلی گفتم با مهربانی